مردی بود. همسر این مرد بیمار شده از دنیا گذشت و از او یک دخترچه ماند. مرد زنی دیگر گرفت. این زن هم یک دخترچه داشت و او را با خود به خانه شوهرش آورد. زنی نوی مرد از روز اول دخترچه مرد را بد دید. او با هر بهانه دخترک را آزار میداد. کاری زیاد میفرمود، خوراکی درست نمیداد. دختری ارکه خودش باشد به کار دست نمیزد. کارش خوردن و خوابیدن. پدری دخترک سخنهای زنی نوش را با آبی طلا می نوشت. او از خطی کشیده زنش بیرون پا نمی ماند. روزی زن با مرد گفت: نمی خواهم که دخترت با ما زندگی کند. او را چشمی دیدن ندارم. من چی کار کنم؟ گفت مرد. او هنوز خرد است. با کجا می رود؟ با کجا می رود؟ با کجا می رود؟ کاری من چی با کجا می رود؟ او را به جنگل برو، پرتفته بیا، گپ تمام. گفت مادر اندر. مرد حیران. دخترک از جبر و جفای مادر اندر گریان. عاقبت روز مرد به زنش فرمود که یک کلچه پزد. مرد کلچه را به کوروارش انداخت و از دست دخترک گرفت و به راه برآمد. آنها به جنگل انبوهی رسیدند. در درونتری جنگل مرد کلچه را به زمین غیلان کرد و گفت: کلچه را داشته بیار دخترم. نخست از دستم افتاد. دخترک زود از پس کلچه دویده رفت و آن را داشته گرفت و برگشته دید که پدرش نیست. پدر جان، تو کنی؟ تو در کجا؟ به هر سو گشته آواز میداد دخترک. اما از پدر نام و نشانه نبود. بیچاره دخترک تمام روز این سو آن سوی جنگل را کافت و پدرش را نیافت. هوا تاریک می شد. دخترک گریه کنان با پیراهه رفتن گرفت. تاریکی فرو رسید. جنگل وحشتناک. ناگاه در کنار بیشه چشم دخترک به خانه‌چه چوبی افتاد. در این کلبچه چوبی طبیب زنی سحرگر زندگی میکرد. او آواز گریه دخترک را شنید و پرسید: کی در آنجا گریه دارد؟ اگر دخترک باشه به خانه من بیا. اگر پسر باشه به راحت رفتن گیر. دخترک شاد شد و زود به خانه کمپیر درآمد. بیبی جان، چرا تو دخترها رو به خانه راه میدهی و پسرها رو نه؟ با من دخترهای کارگر لازم. پسرها رفتن و شستن خانه‌داری را دوست نمی‌دارند. با من آنها لازم نیستند. گفت کمپیر. دختر به کمپیر سرگذشتش را نقل کرد. کمپیر شکم دخترک را سیر کرد و برایش بستر انداخت و او را خوابانید. سحر کمپیر از خواب خیسته دید که دخترک بر وقت خیسته خانه های و حولی را تاب تازه رفته فرش ها را شسته است. از دریاچه آب آورده است. چای جوشانیده است و نان پخته است. کمپیر تبسم کرد.
پس از نانوشته کمپیر به دخترک گفت در ته خانه ما رو کلتکلوس های من گرستند. شوله پزو با آنها بخورن. نترس، آنها نمیگزند. دخترک شوله بامزه پخت و به ما رو کلتکلوس های کمپیر خوراند. جای خوابشون را رفت و تازه کرد. بعد مهره های بیکار خوابیده کمپیر را یافته به رشته گذرانید و برای آنها گردن بند ساخت. بیگاه مارو کلتکلوس های کمپیر دخترک را به کمپیر تعریف کردند. او با ما خوراکی بامزه پخت. او جای خواب ما را تازه کرد. او دختری خوب است. با ما شده مرجان تحفه کرد. کمپیر و دخترک چند مدت با هم بودند. روزی کمپیر گفت من پیر هستم. امروز هستم پگاه نه. بیا با من به لب دریاچه می رویم. صحبت می کنیم. بعد من تو را به خانه اتان گسیل می کنم. در لب دریاچه کمپیر کمی خوابیدنی شد و گفت تو سرود بخوان. من می خوابم. تو خواب نرو. به دریاچه نگاه کن. آب آن رنگش را تغییر می دهد. اول سرخ می شود، بعد کبود می شود، بعد سیاه و بعد زرد. همین که رنگ دریاچه زرد شد مرا زود بیدار کن. دخترک با صدای دلنشینش به سرود خوانی سرد کرد. او درباره مادر عزیزش که بالمحل دنیا را ترک کرده بود، درباره زنی نوی پدرش که او را عذاب و آزار می داد، درباره پدری بی‌پروایش که طرفگیریش نمی کرد سرود می خواند و سرود می خواند. خواب کمپیر برد. آب دریا سرخ شد. بعد ساعت سیاه شد. وقتی که آن رنگ زرد گرفت دخترک زود کمپیر را بیدار کرد. کمپیر دخترک را با آب تر کرد و گفت من تو را با آب غوطه میزنانم. چیزی که به دست آید آن را زود قپیده گیر. کمپیر دخترک را با آب غوطه زناند و به دست دخترک چیزی رسید و او آن را زود داشته گرفت. کمپیر دخترک را از آب بیرون کشید و دخترک دید که در دستش صندوقچه طلایی است. به خانه تان که رسیده با این کلید صندوقچه را کشا، گفت کمپیر و کلید را به او داد و راه خانه شون را نشان داد. دخترک به خانه شان آمد. مادر اندر او را با دشنام و حقارت پیشواز گرفت و خیلی سرزنش کرد. دخترک خیلی غمگین و دل آزرده شد. پدرش دید که سر و لباس دخترک طلایی شده است و خود دخترک هم مثل طلا می درخشد. در دستش صندوقچه طلایی. در صندوقچه چیست؟ پرسید پدرش. دخترک صندوقچه را گشود و دهان پدر و مادر باز شد. صندوقچه
پر تیلا بود. کنیگوی در کجا بودی؟ این صندوقچه تیلایی را کی داد؟ چرا سر لباست تیلایی؟ پرسید مادر اندر. دخترک هرچی از سرش گذشته بود و آنها نقل کرد. به سری زن مرد نقشه خوبی آمد. او زود یک نان کلانی گندمی پخت و به شوهرش داد و گفت دختری مرا هم برو در همون جایی که دختری خودت را گذاشته بودی گذاشته بیا. من میخواهم که دختری من هم تیلایی شود، صندوقچه تیلا بیارد. مرد دختری زنش را به جنگل آورد و در همان جایی که دختری خودش را گذاشته بود نان را به زمین غیلاند و دخترک را برای نان فرستاد. دختری زن روز دراز در جنگل سرسان و سرگردان شد و عاقبت به خانه‌چه چوبی رسید. هوا تاریک شده بود. از ترس او به گریه درآمد. آواز گریه دختر را شنیده کمپیر صدا داد کیست که گریه می کند؟ اگر دخترچه باشی بیا به خانه من، ولی اگر پسر باشی به راحت رو. من دخترچه، گفت دختری زن و به خانه کمپیر درآمد. کمپیر شکم دخترچه را سیر کرد و او را خوابانید. سحری بر وقت کمپیر از خواب خیسته دید که دخترک هنوز خراس زده خوابیده است. او دختری زن را بیدار کرد و گفت خانه ها را رو، فرش ها را شوی، دیگ و کاسه ها را هم تازه کن. برای مار و کلتکلاس های من شوله پز و خوران. و خودش به جنگل رفت. دخترک با دلی ناخواهم خانه را حرام و حلال چنگ را با آسمان برداشته رفت و فرش را نشست، دیگ و طبق ها را هم نشست. من خدمتگاری تو نه؟ خودت کی اومدی دیگ و کاست را می شویی؟ غرغر کرد دخترک. او نمیخواست که برای مار و کلتکلاس های کمپیر خوراک پزد، ولی دلش میخواست که مثل دختری مرد صندوقچه تیلایی داشته باشد. سراسیمه شوله نیم خام پخت و آن را گرم گرم به مار و کلتکلاس ها خورانید. زبانی آنها سوخت، حتی از چشمانشان اشک ریخت. اما دخترک پروایی نداشت. با او چی؟ او خدمتگار اینها نیکو، با او صندوقچه را دهن می رود. این دخترک گنده زبان و دهانمان را سوزانید، از شوله نیم خام شکممان به درد درآمد. شکایت کردند مار و کلتکلاس ها به کمپیر. کمپیر دید که خانه تازه نرفته، دیگ و کاسه ها ناشسته. کمپیر از دست دخترک گرفت و او را به لب دریاچه آورد. من می خوابم، تو برای من سرود خوان. رنگ دریا زرد که شد مرا بیدار کن، گفت کمپیر. دخترک باشد سرود نخواند. خودش به خودش می گفت باز برای تو سرود می خونم. نه، من چی؟ برای تو حافظه ام چی؟ خوابی کمپیر برد و دخترک کمی نشست و به دلش زد. همین که رنگ دریا سیاه شد کمپیر را بیدار کرد. کمپیر بیدار شده دید که آب دریا سیاه. قهرش آمد.
او دخترک را با آب تیله داد. چیزی که به دستت رسد آن را کشیده گیر، گفت کمپیر. به دست دخترک چیزی رسید و او آن را قپیده گرفت. کمپیر او را از آب کشیده گرفت و دید که در دستش صندوقچه است. خرسند شد دخترک. آخر صندوقچه او باید پرپر طلا باشد. سر و لباس دخترک از آب دریا سیاه شده بود. عجیب که صندوقچه‌اش هم سیاه، اما او بی‌پروا بود. او از خرسندی با کمپیر خیر و خوش کردن را از یاد برآورد و به سوی خانه‌شان دوید. بیگاهی مادر دخترش را انتظار بود. او دید که دخترش با لباسهای سیب سیاه و در دستش صندوق سیاه برگشت. او به این اهمیتی نداد. طلا آورد، انا طلا آورد، انا دختری من هم صندوقچه طلا دارد، شادی کرد. مادرش. آنها به خانه آمدند و صندوق را گرفته گشادند. به جای طلا از درون صندوق مار و کژدم‌ها بیرون آمدند و به آنها در افتادند. زنی ظالم خشمگین شد و به شوهرش داد زد. دخترت را داشته بیا، لباسهای طلایی او را من گرفته به دختری خودم می دهم. خودش را باشد از خانه زده پیش می کنم. مرد از پس دخترک دوید و دخترک گریه کنان به جنگل گریخت. خیلی دلش آزار یافته بود. دلش از تمام دنیا مانده بود. او گریه کنان دستهایش را به هوا برداشت و دستهایش به بالهای زرین تبدیل یافتند و او به آسمان پرید. پدر و مادر ظالم دیدند که دخترک پریده به آسمان رفت. از ترس به جایشان شخ شده ماندند. دخترک باشد در آسمان به ماه زرین تبدیل یافت. اکنون او هر شب در آسمان نمودار می شد و روشنی می بخشید. اطراف را منور می کرد. اگر شما شبانه در آسمان ماه زرین را دیدید، دانید که او همان دخترک است که از بالا شما را نظاره می کند.